دوست من، رفیق من، نکش. سلام، خیلی خوش اومدید به چنل من. اگه حضور ذهن داشته باشید توی اولین ویدیو ما گفتیم همه آدما میتونن مدیتیشن کنن به غیر از دو دسته. دسته اولی کیا بودن؟ آدمایی که بیمارن، داروی خاصی مصرف میکنن که تکلیفشون روشنه، باید تحت نظر پزشکشون این کارو انجام بدن. دسته دوم افرادی که الان قراره راجع صحبت بکنیم افرادی بودن که به چیزی اعتیاد دارن. ما قراره راجع به رایج ترین اعتیاد صحبت بکنیم، سیگار. خب ما نمیتونیم اینو انکار کنیم که افراد زیادی دارن سیگار مصرف میکنن. چرا؟ چون استعمالش آسونه، قیمتش مناسبه و در دسترسه. بعد نمیتونیم الان بیایم توی ویدیو بگیم دوست من، رفیق من، نکش، ولی میتونیم بگیم که آگاهانه بکش. یعنی چی؟ ببین سیگار دو تا چیز مهم داره دیگه. نیکوتینه که اون باعث اعتیاده میشه، قلقلکه رو از اون میگیره. خب مسئله بعدی ما سیگار قطرانشون، همون لعنتی که سرطانزاست. چه شکلی به وجود میاد؟ از سوختن توتون داخل سیگار، و همینه که باعث 1000 تا بیماری و درد و مرض میشه به مرور. شما برای انتخاب آگاهانه باید چیکار کنی؟ سیگاری رو انتخاب بکنی که قطران کمتری داره. یه بحثی هم هست که خیلی وقت داغه، هیچ جایی هم جواب درست درمون با آدم نمیدن. سیگار یا ویپ، آخر کدوم ضررش کمتره؟ ببینید توی ویپ چون اون توتونه نیست و اون سوختنش شکل نمیگیره، میشه گفتش که ضرر کمتری داره. پس اگر میخواین که به استعمالتون ادامه بدین، سیگاری که قطران پایین تری داره و یا ویپ میتونه گزینه کم ضررتری باشه.